جلو و عقب این ماشین بدون اینکه سپر روش قرار بگیره رو با هم دیگه بررسی بکنیم، ببینیم کدوم خوردگی‌ها جزء ضعف حساب میشه و کدوم خوردگی‌ها هیچ ضعفی روی ماشین نداره. در خدمتتون. خود شاسی یه بادیگارد داره که ضربه ها رو بگیره، نذاره ضربه بیفته رو تیغ شاسی. واسه همین هیچ افت قیمتی این دیاق نداره، ولی خیلی‌ها با سر شاسی اشتباه میگیرن، ولی این میشه سر شاسی. دیاق از چپ به راست کشیده شده، وظیفش هم جمع کردن ضربه است. این دیاق تا این قسمت، از اینجا به بعد سینی جلو، سینی سر شاسی، متفاوت متدای کارشناسی‌ها و این قسمت سر شاسی که یک وجب، حالا یکم کمتر میتونیم یک وجب و سرشاسی ماشین قرار بدیم، یک وجب به عقب‌تر خود تیغ شاسی و متدا و مرکزا با هم دیگه نوشتارشون متفاوته عزیزان. شما قسمت عقب ماشین که میگی مومکشی‌های فابریک کارخونه رو میبینی که شکلشون یه جوری انگار دستیه، ولی نه، باید اینو بشناسی. سینی عقب جزو مهمترین ضربه‌گیری‌های ماشینه که نمیذاره ضربه به اتاق وارد بشه. جنس آلیاژش خیلی مهمه. این ضربه جزئی که شما دارید میبینید از قسمت بالا بهش وارد شده، چون پایینش قسمت دیاق هیچ ضربه‌ای نداره. حمایت شما از این کلیپ یه لایکه.